یک ماه شد چراغک‌ها سرخ میگذره. آخه میگه کی سرخ میگذره که؟ گپ نزن. ساغره مردک ساغره. ساغره. رفیق سردار. 4 بار او شد برآمدی با هم خیلی میکنی تو ها؟ ساغره. پلاش ساغره را نگاه کن رفیق سردار. چی گپ؟ تو چی در داری؟ همین شهرچه بی خطر به فقط رسم ماشینی تو. آخه او کامera را کم ایزات حرمت نکنم. یگان بار با کامera پیاده میگذارم تلخم میکفه که نقپم با. یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفلی ما صورت گرفته گفت که خطا چه گفتم توفلی ما یکا. یه پوتات کرد یکا. توفلی بلند رنگ بالون توفتاز خود میگه که گفتم اکای توفلی های بگردن نگرفتم گفتم اکا بگردن نه مال توفلی تو رسم ماشینت هست تو او شافیارش او تاغم بود در سر چنبرک رول تاغم بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر خب هیچی نگفتیم همه آخه گفتم میگه پول خدمت سپارم میگه سرسوم یک تاغوی نه تاغم اگه جو سرسوم تاغاش سرسوم بوده پول جریمه همش میسپاره ای وجدان ایشون تاغم سومی نداره که نام بخره در خانه نون کسرکوپ میکنن نخرن اکاو اون نداره نو چلی اکا ما گفتم که تاغا امی سویتافورو امی کامera برای فایده ما ببین کامera که ساخت کردن نه صدمه نه اگون مثلا میگم خطاگی ای با فایده ما گفتم سرخ نگذار تاغا میگذارم میگه تاغا دیوانه های باد با میگذارم با امو سرخم میگم ما تاغا بچه سرخ نگذاریش میگه تاغا دیوانه های ساوز نمیام میستا میگم ساوز برای گذاشتن سرخ برای استادن میگه رنگی تاغا دیده دیوانه ها بسیار ای میگه ایستا این سر شما چی گپ شد یک بار رفیق سردار علمی دیره بیدار نکنید اینقدر داوداو که هیچی نشد می یگان توابدی چینی نمان میلی نمان حتی سپیرت قدی قلمفور ریزه کرده شکیدم یه باره قاقشید رفیق سردار خد چیزی که خدا نداد نریشد باور نکنید رفیق سردار بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه چی؟ بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه مویسر میبرورن بابای کی با بابام طبیب خلقی ای بیامانی تمام طبیبات کدی دلم یخ گشت می طبیبو برای چی؟ یکیش او کدی یکیش الو کدی با روز دیدم یکیش خداش نی بوده این وقتش با تانی و بیچاره بدبخت فلاماست که پور کرده امضا مونسوده یک کدام اونجا بکده بیا خیلی همه مایلش ما باور میکنی ده حیات عمرم دیدم که دست کردی توبت میکنن نه دیدم الهی توبه که لاو کردی توبت کنی نشید است این است مایلش با چی؟ با یک طبیب دیگه وای بخیلم وقتی به حافظ بوده اما دا برو مده سرود کردی توبت میکرده کدام سرود؟ بلا لزاره ساقی من بیاره بلا لزاره سردار بودستان دار؟ یه شکرانه طبیبا همین خیلی بسیار که هر اصول که توبت میکننی اصولی توبت نکردگی بابای تو چکل بود؟ حالی مایلش اینه همه مایلش اینم رنگ همین سیرالوی ترکی باره هر روز یه پوسکی نو برو بسودی دیده دیدم یکی دیگه 2014 چه؟ دادازش 2 متر شدن پوسکلا گشته مردم همیشه نمیدونم برای هوای رفت کپتان احتیاج نداره خیلی طبیبا حذر کنید به هر حال اصولش چکل بود؟ بابام شلنگ نداره بابام شلنگ نداره چه؟ ما به هزارم که به هر حال کپتان احتیاج بابام محصولاتی همی طبیعتی خود موقعی توابت چی کردی؟ ببین مثال میگم خیلی سر آینه سره همین جورا 500 گرم اصلی تازه خوالینگا میگیری خطی 500 گرم اصلی تازه دنگره ررس میکنی چی میشود دست نکنم؟ بعد جوره امو اصلا در افتو میمونی که گرمی میزن اصلا بعد میگیرم اصلا کمتر سپید میرزی بو در سرم خیلی آینه سرم میشکی خیلی بعد اصلا گرفتی شکلی بعد چی؟ بعد همین جوره رد همین طرف خوالی طرف دوشنبه اومدن نگیرم چی پشه حشراتی که پرنده که میپره کو شیرین رناخت میبینه کو اما پشه مشه طرفی میمیسم خیلی سر رو هجوم میکنن سر پری پشه میشه پری پشه میشه خیلی بعد چی پوری پشه شد بعد چی؟
بعد جونم وقی سرش دارم تا یک قرصک بزنم خیلی خب بچه قرصک زدی بچه بعد پشم میپرن خب پرید بچه شو نکنم بعد لینگوشو میبونم بالا سردا رئیس قطعی تبابت دید تو چی اکو سر کپتن ما پشخانه میکنیم یکو تو یه ما تبابت رفتم بابام خیلی تبابت میکرد تبابت یکی ما شکایت داریم چی شکایت داری تو این همی 3 ساعت پیش سگی همسایه ما را گزید کی همی 3 ساعت پیش دکتر رفتی ای کجا دکتر میرم اکا تیز رو 44 تا اوکل کو تست کن که دیوانه میشه رفیق سردار 45 تا برای چی کسلی ابولا آمدگی کو ها راست میگی تست دم اکا یک کار 100 تومان ای 45 کار 4500 تومان بشوا ای دب بمر مرزون نخالت اکا های گزیدم سگی خیلی است ما در شهر اومن یگان سگی در جای نموندیم فهمیدی تو روش کردی در کجا بوده این سگی توی گزده سگی کی باشد بایا سگی کدام بیفته 6 ماه شد میگزم اکا 6 سال شد میگزم نام فامیلیت نامی کریم فانور تخلصم جخه رفتیم جخه جخنی میگنم جخه تمام سراغه 21 خانه نعمت قرباب کوچه نعمت قرباب خانه 21 تمام همسایت کی اوه همسایه جانوف خنجر جانوف خنجر خانه 22 جای کارش میدونی گازم هازی میریم اونجا عملیات 2014 میگه پرپچون کده میبریم جای کارش جای کارش جای کارش پالکونی که میلیسای اکا پالکونی که میلیسای روچکا نوریساده کوچ خیلی کده رفیق سردار ما با روچکا دارم روچکا نوریساد ما دارم با روچکا اگه روچکی تو نمی‌نویسد روچکا نوریساد اوه خیلی اکا 6 بار مراجعت کردم پیشش مو 6 سردار ده در وقت همین کبی پالکونی که میلیسای روچکاشو نمینوشته کوا تو چی پخ کردی تو پخ نکردم. بر مخکم کن بر مخکم کن لیکن هر روز نریگری شهر دیگه آبادی دیدی پیشروی دیدی تمام کوچه های دیدی با بخش ملیسا میگه شکفته ملیسا خوشرو میشده یا چه خیلی بین ها همین از پیش آیده ولی باسم پیشدم زنم چه شما خوشرو بدید من ناف خید کردم گفته نیه؟ در خطانی حسن جمال بینه زیباگی را بین سردار روز به روز نریگری حال با یک خبری نو شنیدم من چه خبر؟ طرف خونی زرک شده شده دوشنبه با در آمدنش بی پول اوقات یکم دویم بی پول تمام نوشاکلا بی پول بعد وای موسیقی بی پول با اگر کدام راهش دور باشد اگر خوشش باشد با مهمانخانه جدا کرده بودیم یک از دیوان دو کاسه براحت خوب کند نیه؟ با سحر با خوراک سحری میدونیم با ماشین با شینونده بدن خانهش میبردیم با $100 میخودیم میبخشین شما تو نمود طرفخانه رفتگین؟ نه نرفتیم مولی ای کجا میدونی نبود یه دینه ینگیت که فوخیه استا بچه استا